کلا خسرمه. خب پره روز می که برفتیم فهمیدی؟ خیلی ناجورم. یک گپ ما به تو میگم دیشب میته به فکر محمد به شرطی که نگی نه، اگه گپ مر پسند نکردی آزردم نشی، اگه گپ مر پسند نکردی به برارا خواهم نمیگی که اگه بگفتی دیگه از ما و تو دیگه باز تور او برجو مر همی برجو. خب میفهمی چی میگم؟ بگم. بیچاره ایران ما و تو کداره بداریم نی؟ او دیگه هست دیگه روز داشتو بخونه کرایی مردم شیشته خیر بینی پیرک تو تیار نمیشه. دکتر جواب دادم. پیر تو تیار نمیشه. خدا از خزینه غیب خبرو یک قبی به خود شفایی بده. تمام مریضا، هر انسانی که مریض داره خدای پاک شفایی بده. آمین. فهمیدی؟ اما ما هم رفتنیم، هم به یک بونه به یک دلیلی میریم، مرگ از مانه. فهمیدی؟ انا ما گفتم که همین سرا شما سرا پیار تو فهمیدی؟ یک کاغذه که نوشته میکنیم که از طرف پدر، من رفیق دارم نوشته میکنه از طرف پدر خب فلانه سرار بدادیم به کجکی که به نومش سرا به نومش یک سرای دار یا شفر ما و تو همی باشه که همین تا بعدی تو همیت سیل کردم بدون چشمک و اشاره و ابرو که میشه بفهمم میری به تر و پلم یک بار غیق میکشی که به زمین خوردم. اینها میدون من در جا قلم پیدا میکنم، در جا 60 پیرتون میچسبونم امروز سند سرا از من لگه اینا بیروش هم با از خونه بیرو میشم جوزه از کش خیخ کش من مولار میگم فهمیدی؟ بله خوبه دیگه الهی خیلی خوشی از خونه که اینه نجات بیافه همیشه از خونه به اسم تو میشه. خیلی خوشی بریم خیلی کار کنیم عباس میگم پیرک می بیچاره اگه تو به تداوی بگی که من زد تداوی کردن که از عقل و حساب دی هرچی داشتیم ولی بابا بگشتی حالی بسته زندگیمو بره بلکه پیار متیار شه امید به خدا احتیاج بسته شو و چارشو هنه یک لغمه نونه نمیخوره مثل تار نخ شده. شفایی بده. بیا سلام. سلام. باسشتنی. سلام خوبی بخیر. سلام خوبی. بفرمایید بشین. اشتنی برار خوبه. شکر خوبی خواه خیلی سلامتی. بشی گیلا. خسور نشترم. میته که بودم میتونم. کشید خوبی؟ شکر شما خوبی داده خیلی. اشتنی بابا مینه خوبم ولی. بیترم. اشتنم ولی. چی بیتری دارم؟ دم بدم بدتر شده میرم. خدای پاک شفای بده. الهی امی. ای اشته خونوکیه. ای پیرجو. کاش که خونوک نبیدی. بیشتر همین مریضی از این عظیمی خونوکیه که خونوک میخورم. چه کار کنیم اینا رو میگی؟ دکتر و می شهر نقشتی. چه کار بکنیم از این دکتر و می شهر ایران نقشتی. روش که می برم سه کنیم. به دکتران ببردیم الده. و می شهر ایران دکتر نقشتی. میگم خونوک میخورم. خونوک میخورم. خونوک میخورم بپیش. اشته تر شدم. هنوزم میگم خونوک میخورم. خونوک میخورم. خدای پاک شفای بده. الهی امی. خیلی تر شدم. این آخه خیلی کمپل ننداختین. خونوک میخورم. خونوک تر شدم. سیکو کشته تر رپرم. هی از این کمپل تولرزه دارم. تفتوله بیری میشه. هرچی تداوی کردیم هیچ چی کردم. هرچی نصیب اینا باشه چیکار کنه. من پره رو که بیامدم خوب بودم. بیتر امرو که بخی بدترم اصلا سر بالا کرده نمیتونم. پره رو زمه میتی بیدن میگه چی فرق میکنه. ای تو گپ نمیزنم. کم گپ میزنم. شیمانه دارم گپ زنم. نونم نمیتونم بخورم. خدایا چیکار کنم خدا بابت ما شفای بدی خدا. تو شده لقمه نون نخورم. چوب کنی خیلی بالا سر گپ هم نزنی. زیت نون نخورم که بدتر میشم. بالا سر فایده نداره گپ زنم.
چی کنم؟ ای خدا جو. داده به بفتت خوارتو بده بده. بابا لازم مر چکار شو خونگاه که داده دیگه جلو خونگاه نمیکنی تو با من جو بفته بابا ما سعی کنم تیو دارم یا ندارم بابا خدا من شفایی بده بیلا نه شست بابام چه رنگ کرده بابام که یک ماش از سر بدر نشده کجی تو بیا یک دقیقه کجی بله. بیا یک دقیقه بده چکار شده؟ کجی شست بابام رنگ کرده نه. کی رنگ کرده باشه؟ ببین سعی کن که ته دارم ندارم شست رنگ کرده آخه آبیلا یکی ها بابا. این چریت یا نه چیکار کنی رنگ نه میبینی رنگ کرده یه روزو کجا رفت ما چون میشه به کجا رفت؟ بده صدا که یک دقیقه بده زود شده که شست اینو رنگ کرده و چی میفهم بده اینو رو بده. چکار عباس رمضان ها چه کنه هانه شست رنگ کرده بیانه که نگاه کن تاوی داره یا نه دست تو داغ دست بابامه گوش کشیم دست اینو چیزه بشی دست اینو رنگ کرده یه گیلک به کجا شد؟ گله وخی چین فهم بده برفته باشه بده گیلک که پیدا کن بده که اینجا زیر کاسه نیم کاسیه ای زندگی رو همه به سر پیار مقاولت یار کدام نشونه شست کنم تو نمیفهمی برو اینجا کارم برو که امی سرارم پیار ما خدای نکرده چیشای پیش سرارم میایم از ما مستونم برو وخی بده که چی کش باش که من برم که شما نمیفهم خدا جو بگم بگیرن گلک بگم پیدا شد این خوبه رنده که شما به خاک شد شما به سر پیرمه صنعتیار میکنیم ما صبر بکنی بیا بشی خوار بیا بشین اگه اونجا میگم پیار به سه شو و چهار شو لغمه نونه ای چه کاره ما هر دم سه دستری پیار خود میشیرم دستا پیار خود دستری پاک میشیرم بفهمیدی راست خور بگو که شما چی پلان داشته سر صدا مر به هوا نکو که همال پیار خود مرده هم از تجاور میکنه دست روزی نشون میدم راست خور بگو که ویشی ساده تو چی پلان داشته هیچ پلان نداشته مگه ما
چه گپا میزنیم برو. خواری گپار به من عادی که اگه شو تو نمیته بگیرم من خفه میکنم. او که سادی عقل نمیکشه اینا هم از سر تو بالا میایه. راست میگه لالا من. هیچ کار تو اشته دل تو به میبراره تو نمیسوزه تو قوالی تیار میکنی. میامدی الدی میشیشتی میگفتی به ما از می سرا بدیم می سرار بدیم به ما بدیم. تو همه زد دل تو به ما نسوخ. شما به سر تو دل تو به می نجوری می پیار تو نسوخ. تو پیار تو به سر حیات مال به سر پیار و برار فیلم بازی میکنی. من هیچ کار نکردم برو. چرا به سر من داد میزنی مگه؟ شما داد قاضی میزنی. دیمیم کاسه داشتیم کامادیم اینجی. من البته نمیفهم اینا به چه خوردی هم نمیفهم من نمیفهمم. همین بچه نادونی عقل میکشه. حالا به من راست خور بگو که چه کار کردیم. بگو به من راست خور من هیچ کار نکردم برو. اشته گپا میزنی مگه؟ من چه کار کردم؟ هیچ به سر داد میزنم. مریض به خونه پرتای شما جیغ داد میزنی. مریضی شما اگه به مریض میفهمیدیم نمی آمدیم نشون شخص نمیگرفتیم. لالا بیا یک بشی. ندیدم لالا گیلک. تو سعی کن که این خوار چه کار میکنه. گیلک بدی. اینا هم از این سر از این خوار بالا میایه. بده اینا چیه چه داره؟ گپا میزنیم؟ حد دروغ میگم نشان شست کردیم بچم که اشکا دروغی خور به چیز نکن که به می گوشی میته به پیناک تو میزنه که به دیوار بخوری. من اصلا این نشان شست کردم نی از سند اسناد خبر اینه به من میگم شما خدا خدا عهد مقبول نکشیدی. میفهمی. تو نکش خیلی بلند سر مری. تو به مریض اگه میفهم به برار مقیق نکش دیگه تو خوار منی. تو بغذاره که شما به سر ما فیلم کنیم بجسته گیلک. وجسته تو صاحب کن من اگه به تعامل سراتو خفه نکردم میشوتون. اگه خفه نکردم اسم من نکنی. رمزون نیه. نکن دیگه دست نزنی به پیار. دست پیار منیه. وقتی برو به سراخو برو وقتی انا نمیام وقتی دیگه پیاری دیشتی برار دیشتی ندیشتی. نه بابا بگذار تو این خدای فقط این پیار برو به من نزنی. برو به من میگم اسناد بیار که خدا نه پیار نمیترسم. نمیکنی. این تو برای برون نمیفهمه هم از این سر تو بالا میاره. بیخیا. او تو سری بگذاریم. پیغل کمال نداره اوشت عقلی کشیده میتا کارا کنه. همه گناه تو خواره. حتما خود شما کده من نکرد. دیگه برار نداری برو. برو بگذارین لپیار به اوشو آواز خوبی های همه را اثر گوشی تیر میکنم. من او تو نمیگذارم. من برو مرز گیله که بس پیدا کنم. آنه عباس میبینی که چی میفهمی؟ چی؟ غیر از این گیلک و خوارمه دیگه هیچ بنی اومدی نیه. راست. یا همین سرار به اسم خود کردن یا اون زمین ها مار به مثال مریض و سر پیار خمیت فیلم رفته. این خواه وای 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 سانه قواله گیلک نمیشنی کاری کار خجالت هم نمیکشه از این کار خوب آدم کلونه خوارم که از تو بدتره. چرا پاره میکنی کاغذ من؟ چه پاره میکنم؟ وای 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 این کار تا خوبیت نبوده بفهمیدی؟ گیلک برو خوبه دیگه به سلام نایو بفهمیدی؟ چرا؟ نایو بده دیگه تو به سلام نبینه بخوارم همیته بگو به سر شما شه خودم قیافه خوب تنه ارسه که تو کارا میکنه با آدم پیان بیچاره مریض این خیانت میکنه میسه کو نال میبرم برا خوب رمزون نشون میدم